واقعا ویدئویی که از بچه اختطاف شده نشر شد، اگر مسئولین امنیتی 1% هم غیرت داشته باشند یا خود بکشن یا برن بچه را از اختطاف نجات بدن. ولی ما یک چیز خدمتتان عرض میکنم، در ولایتی که پای میثاق امنیتی برسه ولایت دیگر روی امنیت نمیبینن. حکومتی های بلخ ما و حکومت مرکزی دادی طفل برسه، اگر دو تای دیگه شک دفتن علاقه نمیتونن امید خود توجه بکنن. یک وسط طالبان صدا میکنم که اگر در سایه شماست، شما در مورد همین طفل رحم کنین. اگر همون چپاولگرا همون دوزهایی که همین طفل بردن، شما کدام قانون دارین؟ حتما قانون نظام خونه کدام قانونی که دارین شما هم قانون تا رحم کنین، همین طفل در برابرش یک رحم کنین که اعلام شود. در همین حال وزارت داخله میگوید که تلاش‌های بخش‌های کشفی این وزارت به خاطر رهایی این کودک از چنگ آدم ربایان ادامه دارد. در قضیه اختطاف که اخیراً در ولایت بلخ صورت گرفته و یک کودک از سوی اختطافچی‌ها ربوده شده، این قضیه زیر کشف و بررسی ما است و بخش‌های کشفی ما در این راستا شدیداً کار میکنند. تظاهرات خود دوام میتیم تا یک نفر زنده هستیم. تظاهرات خود تا خلاص شدن عبدالرؤوف جان یا زنده یا مرده شد ادامه میتیم. بیش از یک ماه از اختطاف عبدالرؤوف کودک 9 ساله میگذرد. خانواده‌اش روز گذشته به دلیل کوتاهی مسئولان محلی و امنیتی در این زمینه در برابر مقام ولایت بلخ چادر تحسن برپا کردند.